جای برای شنیدن و شنیده شدن. رادیو مهر، ارمغان امید و آینده. نابغه‌های دوران. سلام و درودی صمیمانه خدمت شما دوستان عزیز. برنامه‌ای که اکنون شنونده آن هستید نابغه‌های دوران است. و البته باید بگویم که هر یک از من و تو نیز می‌توانیم نابغه دورانمان باشیم. کافی است اراده کنیم. شنیده اید که میگویند معلولیت محدودیت نیست. یعنی یک فرد معلول هم میتواند به زندگی رنگی تازه ببخشد و دنیا را زیباتر کند. همراه ما باشید تا شما را با یکی از عجیبترین و در عین حال موفقترین مردان دنیا آشنا کنیم. برای یک لحظه چشمانتان را ببندید و فکر کنید هیچ دستی ندارید. نمی توانید چیزی را با انگشتانتان لمس کنید یا با دوستانتان دستی دوستی بدهید و یا حتی مادرتان را در آغوش بگیرید. حال تصور کنید هیچ پایی برای راه رفتن ندارید. نمی توانید با دوستانتان پیاده روی کنید، دوچرخه سواری کنید یا پا با پای فرزندتان بدوید. هر کدام از این شرایط بسیار دشوارند، اما همیشه شرایط بدتری هم وجود دارد. فقط کافی است یک لحظه به این فکر کنید که نه دست دارید نه پا. حتی فکر کردن به این موضوع تن آدم را به لرزه می اندازد. نیک وویچیچ از معدود افراد است که به دلیل سندروم تترا آمیلیا بدون دست و پا به دنیا آمد و در زندگی محدودیت‌های زیاد داشته است، اما توانسته با این محدودیت‌ها کنار بیاید و حتی از بسیار افراد سالم نیز موفق‌تر باشد. نیک در سال 1982 در استرالیا به دنیا آمد. در آن زمان به دلیل نبود امکانات تصویربرداری از جنین هیچ کس از وضعیت نیک خبر نداشت. می توانید شوک بزرگی که پدر و مادر نیک در هنگام تولد او داشتند را تصور کنید؟ اما کسی حتی نمی توانست تصور کند که این کودک زیبای معلول با این همه ناتوانی روزی به یکی از موفق‌ترین افراد جهان تبدیل می شود و می تواند به جایی برسد که به افراد سالم درس امید و روش زندگی آموزش دهد. نیک از اولین افراد بود که پس از حذف قانون ممنوعیت ورود افراد معلول حرکتی به مکتب‌های دولتی مانند دیگر کودکان سالم به ادامه تحصیل بپردازد. او نیز مانند بسیار از معلولین دیگر از نقص خود ناامید و شاکی بود، اما از زمانی که خود را با همه عیب‌هایش پذیرفت در زندگیش معجزه ایجاد کرد. نیک در سن 8 سالگی به دلیل تمسخرهای شدید همکلاسی‌هایش دچار افسردگی شد و اقدامی به خودکشی کرد. این هیجان احساسی باعث شد تا تصمیم بگیرد خود را در آب غرق کند، اما خودش میگوید به دلیل علاقه به پدر و مادرش از این کار منصرف شده است. نیک وویچیچ میگوید بچه که بودم شبها بیدار میماندم و از خدا میخواستم به من دست و پا عطا کند،
در حالی که گریه می کردم خوابم می برد و در خواب می دیدم که صاحبی دست و پا شدم. البته چنین چیز هرگز اتفاق نیفتاد، زیرا من خود را نپذیرفته بودم. در واقع معجزه زندگی یک انسان در پذیرش خویشتن است. I was born in Melbourne, Australia, 1982. من در سال 1982 در ملبورن استرالیا به دنیا آمدم. پدر و مادرم اصلا خبر نداشتند که من قرار است بدون دست و پا به دنیا بیایم. من اولین آدمی به دست و پایی بودم که آنها می‌دیدند. ایمان من به خدا بعد از 7 سال سردرگمی که چرا خداوند من را این طور خلق کرده است شکل گرفت. او خیلی واضح پاسخ من را از راه کتاب‌های دینی داد و وقتی که داستان معروف عیسی مسیح و مرد نابینا را خواندم در 15 سالگی بود و تصمیم گرفتم زندگیم را وقف خداوند بکنم. با خودم گفتم صبر کن ببینم، این خیلی جالب به نظر می آید. باورم نمی شود آن طور به دنیا آمدن اینقدر عالی باشد. شروع کردم به مطالعه حضرت عیسی. می گوید که این اتفاق افتاد تا کارهای خداوند از طریق این مرد نابینا نمایان شود. من پیش خودم گفتم وای خدا، اگر برای آن مرد نابینا برنامه داشتی، قطعاً برای من هم برنامه داری. و این ابتدای راه من با خدا بود. کم کم گروهی از جوانان سمتم آمدند، شرکت ها با من تماس گرفتند و همین طور فرصت ها از همه طرف به سمت من می آمدند تا داستان خودم را با آنها به اشتراک بگذارم و به هدفم که امید بخشیدن به دیگران است نزدیک و نزدیکتر شوم. بسیار زیاد و به کمک مادرش یاد گرفت با 2 انگشته که در انتهای اندام مانند پا در سمت چپ پایین تنش وجود دارد بنویسد. همچنین کارهای روزانه دیگر مانند نوشیدن آب، تایپ کردن و یا پرتاب توپ بیسبال را نیز بیاموزد. نیک وویچیچ در مکتب میانه به عنوان رهبر گروه برای مؤسسه خیریه کمک جمع می‌کرد و در سن 17 سالگی مؤسسه خود با عنوان زندگی بدون دست و پا را به منظور امید دادن به افراد افسرده و ناتوان تأسیس کرد. نیکی جوان در سن 21 سالگی از دانشگاه گریفیت با مدارک عالی در رشته‌های حسابداری و برنامه‌ریزی مالی فارغ التحصیل گردید. او با ادامه فعالیت‌های خود در نهایت تبدیل به شخصی شد که سخنرانی‌هایش برای میلیون‌ها شنونده در سراسر جهان امید به زندگی و انگیزه را به ارمغان می‌آورد. نیک وویچیچ سخنران انگیزشی و مدیر سازمان زندگی به حد و مرز است. او اکنون در جنوب کالیفرنیا زندگی می‌کند. او کتاب زندگی به حد و مرز را در شرح زندگی خود به نگارش درآورده است. از دیگر مهارت‌های او شنا، موج سواری و بازی گلف است. دوستان عزیز، امیدوارم بدون خستگی شنونده برنامه خودتان یعنی نابغه های دوران باشید. در ادامه قسمتی از کتاب زندگی به حد و مرز را که خود نیک نوشته است برایتان میخوانم.
همیشه در ذهنم جان گرفت که شاید خداوند از خلقت من هدف داشته است. والدینم نیز که افراد مذهبی هستند و مرور زمان به این باور رسیده بودند و می گفتند حتما هدف در آفرینش تو هست. از وقت این فکر در من جوانه زد دیگر منتظر رشد کردن دست و پایم نشدم. تلاش کردم هدف از آفرینشم را پیدا کنم و سرانجام آن را پیدا کردم. من معجزه‌ای را که از خداوند طلب می‌کردم خودم در زندگیم رقم زدم. در سال 2008 کانایی میاهارا را ملاقات نمود. کانایی میگوید وقتی برای اولین بار نیک را دیدم همه آنچه را که در یک نفر دیگر به دنبالش بودم در او یافتم. او مرد و همسر مورد نظر من برای ازدواج بود. حتی جریان خواستگاری و ازدواجشان هم بسیار جالب و شنیدنی است. مثال بسیار از مردم ممکن است از خود این سوال را بپرسند که نیک چگونه میتواند حلقه ازدواج را در دست همسرش کند، اما وی با نبوغ منحصر به فرد خود این کار را به انجام رساند. نیک به کانایی گفت عزیزم من تو را دوست دارم. آیا دوست می‌داری با من ازدواج کنی و بقیه عمرت را با من سپری کنی؟ و در حالی که حلقه بین لب‌هایش قرار داشت آن را داخل انگشت ازدواج همسرش نمود. کانایی در این باره میگوید من فکر کردم نیک میخواهد انگشت مرا بگزد، اما بلافاصله متوجه شدم حلقه را وارد انگشتم کرده است. در آن لحظه تنها میگریستم. این زوج خوشبخت از صمیمیت خود میگویند و اینکه کاملا از زندگی زناشویی خود راضی هستند و هر آنچه نیک نیاز دارد در اختیارش است. پس از ازدواج آنها در کالیفرنیای جنوبی زندگی خود را آغاز کردند. نیک مشغول نویسندگی و تنظیم سخنرانی‌های خود است و همسرش خانه‌داری و نگهداری از او را به عهده دارد. یک نعمت بزرگ دیگر به نیک داده است. کانایی پس از ازدواج باردار شد و یک فرزند پسر کاملا سالم و زیبا به دنیا آورد. این است پاداش یک بنده شاکر، هرچند با درجه بالای از نقص عضو. یک همسر و فرزند زیبا و زندگی کاملا شاد و مهیج. ممکن است. دوستی من، این فکری مثبت را از ذهن خود بیرون نکن. هر کار ممکن است. هنگامی که موج بلند تو را به کنار می اندازد، عقب ننشین. مایوس نشو، بلکه خود را برای موج بعدی آماده بکن. از این پرتاب شدن و مثل یک تجربه آموزنده استفاده بکن. شکست ها شکست نیستند. شکست ها تجربه اند، درسند. بنابراین شکست وجود ندارد. دوستان عزیز، از اینکه شنونده برنامه ما بودید و ما را همراهی کردید نهایت سپاس و قدردانی را داریم. پس تا نابغه و برنامه دیگر خدایار و نگهدار. سلامت و تندرست باشید.
برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید به واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org